یه موتور بود، یه دوستی داشتیم افغانی بود اونجا، اونا مثلا از مرز اومده بودن اینا و این مدت اونجا پیشمون مونده بودن و اینا دوباره از مرز می‌خواستن برن نمیدونم آلمان برن کجا این کدوم کشور. خلاص اینا اونجا مونده بودن. بعد یه موتور داشت، این موتور رو این داد به ما هدیه. خب بعد موتور چجوری بود؟ فکر کنم دزدیده بود این موتور، اصلا موتور خرابه. ببین موتور با همه چی روشن میشد، یعنی تو دستتو می‌کردی دماغت می‌کردی اون تو میچرخوندی روشن میشد. مثلا کلید من مثلا چیز بود آجی، یه تیکه میله بود اینجوری می‌کردم روشن. آقا این موتور رو داده بود. ببین موتوره بهت بگم عین قایق موتوری گنده. خب این جت اسکی های گنده هست، قایقی هم بود. پات مثلا می‌خواستی گاز بدی پات میرفت تو لاستیکش انقدر بود، جلوش انقدر بود. بعد سه نفره اینا که یه ترک موتور گنده است. ببین اصلا یه چیز آبروبر، یه چیز بد شکسته بود مشکی موتوره آجی. بعد فرمونو من اینجوری می‌کردم آجی، اصلا یه چیز عین سیرک بود آجی موتوره. میشستی من آریا فکر کنی قد بلند منم گنده روی این موتوره آجی، اصلا یه چیز آبروریزی آجی. پا شدیم بریم باشگاه. بعد موتوره به روغن سوزی افتاده بود چت. ببین گاز میدادی پشت دود آجی، دود میکرد آجی، کل یه خیابون آجی دود سفید بود. ببین میریدی. ببین چی بود که مثلا این زنگنه و این کلیهای مثلا چیز زنگنه و کلیهای مثلا ترکیه که مثلا ما این دامن کلیان و اینا، اونا مثلا ما رو با دست نشون میدادن مسخره میکردن آجی، میخندیدن به اینا رو ها ها ها. بگو اونا مثلا حلبی آبادشون نشونمون میدادن اینا رو دیگه. آجی رفتیم باشگاه با اون دود و اینا عین بتمن از رو موتور پیاده شدیم با کیسه زباله. مربی گفت با قایق اومدیم باشگاه. آجی مربی با قایق اومدیم باشگاه، گنده بودیم موتورش. وای